پروردگار بنده های شکرگزار را دوست می‌دارند. لئن شکرتم لازیدنکم. حضرت خداوندی در قرآن عظیم شان تاکید میکند اگر به شرطی که شکرگزاری نعمت مرا کرده از این نعمت بیشتر و زیادتر تو میتم. ولئن کفرتم این عذابی لشدید. اما اگر کفران نعمت کردید و قدر نعمت الله نرسیده البته که عذاب پروردگار از این سختتر زیادتر میشه بالاتون. واقعا همین بنده باید شکرگزار باشه. وقتی قسم اگر همین در یک شبانه روز 24 ساعت هم یاد خدا و ذکر خدا و شکر خدا را کنیم از 1001 شکر خدا را انجام داده نمیتونیم. بزرگا به همین شکرگزاری مرتبه و منزلت یافتند. اینا برادر جان ویدیو دیگه با برای شما پیشکش کنیم. نامه اما کجانونه مقصد در مالته سرکه خیلی دیگه او حجت به او چینست خیلی برو اویش کنم رو مقصد یا با دیگه اون چی را پرسته اویش کنم بس چه هم کجان چون مقصد این همه برادر ها این همه چی باشن دیسک این همه رنگین و این کراچی این همه خطی دارو این همه کل این همه چیزا همشون این همه چیزای دختور پختور این همه رنگین پینگین این همه چیزا هم این همه آهول نمی بچه اوچه خیلی خیلیش میبینم پریکول میکنن خیلی بچه کوی که مقصد دستگیری کردن خیلی نمی آهول همی بکننم دستگیری حضور احمد نکننم حضور احمد خیلی نمی آهول همی چکو کنیم بچه اوچه این بچه های غریب در چی گفتن یا که شدی؟ خیلی گفتنیم که پروردگار هم گجوی در باشه در موی سرشون خور نرسه و دستم کنم کمش میکنم دستگیری حضور احمد نمیکنم حضور احمد خیلی برادر جان کمیتونه از برای الله اکر دستگیری که ما این مقصد امیرم نمیدونیم نمیشناسیم یک برای همین توبچ برای دارو و کل هم چیزاش کوشش کسی ما خیلی بودیگه بود برای بچه های غریب چی گفتنی؟ گفتنیم کمش جورایم یردم میکنم خدا برکت شکن نکنم خدا برکت شکن که جوی در باشن دویم سر بلند باشن گرم نصاب لاکه انشاء دستگیری میکنن همش خوب میشه که خیلی پناتون و خدا برادر بزرگا به همین شکرگزاری مرتبه و منزلت یافتند. همین حضرت ابو سعید ابوالخیر یکی از شیخای طریقت یک جوانمرده که حتی شیخ رئیس ابو علی ابن سینا در پیشش رفت تسلیم شد تصدیق کرد. سینایی که در ابتدا بعضی معجزه‌های پیغمبر را به عقل درست نمی‌آید گفته قبول نمی‌کرد وقتی که کرامات شیخ علی تسلیم شد. حتی در کتاب اشارات و تنبیهاتش میگه که زینهار به کرامات اولیا شک نیارید که مجرب است. مقصد ما میره در تجربه دیدیم. همین سینا حتی مقصد که را احترامش میکرد اعترافش میکرد. یک شخصی پرسید که حضرت همین بزرگی و مرتبه را به چی یافتی؟ گفت یک وقتا جوان بدم بازار دا گفت میگشتم حالی بچه نوبالغ یک مسافر دیدم میگه برش واز بین ترک دلم سوخت میگه رفتم گفتم بابا جان بیا یاردمت کنم بعد خلطش از سری حرکت کردم میگه خطیش رفتم. وقتی از بازار برو اومده میگه یک موزه دا گفت بچه من بیام مونم خلطره بعد گفت که یک چیزا کلمه گم دائم همین را ذکر ترک نکرد. همیشه باید که همین ذکر دائمی باشه. بیت حقا قرار نتوانم کرد احسان تو را شمار نتوانم کرد گر بر تن من زبان شود هر موی یک شکری تو از 1000 نتوانم کرد. همین را گفت فراموش نکن دائمی بگو. این همین گفت که من هر وقت بیکار شم همین را میگم. اگر در بدن انسان ممکن میلیون مو باشه اگر هر کدوم زبان برورا میگه و شکری تر بگه پروردگار رو از 1001 شکری تر انجام داده نمیتونیم. سبحان الله. برای باید شکرگزار نعمت پروردگار باشیم خاصتا وقتی که پروردگار این نعمت بزرگ فرزند برات نصیب میگردونه. المال و البنون زینت الحیات دنیا. خداوند متعال منت میگذاره در جان بنده هاش که مال و ثروت و فرزندا زینت حیات دنیای شما هستند و همون
نعمت پروردگار میت سبحان الله. به قدر نعمت پروردگار نرسی کفر نمکی نمیشه. حتما فردا روز قیامت خدای تعالی همه همین نعمت‌ها را برامون میکشه. چه جای ما که خداوند یک نعمتی از همه بزرگتر ایمان برامون داده است، این سوال و جوابش مضمونه. وزبینه ما بنده‌های مؤمن هستیم. حتی مشرکا و کافرا را خدای تعالی همون نعمتایی را که براشون داده در روشون میکشه. حقم داره. لتسألون عن النعیم. البته شما از نعمت‌ها پرسیده میشوید. در قرآن عظیم شان یک سوره داریم به نام قریش. الحمدلله همه از یاد میدونین ایران. سوره لیلاف شام میگن. چرا قریش؟ برای که خدای تعالی در همونجا درباره قبیله قریش گپ زده است، درباره زندگی قریش، درباره معیشت قریش و در مقصد که منت شو میکنه که بدبختا از خاطر خانه الله زندگی خوب دارن، از خاطر خانه الله احترام دارن، به خاطر الله خانهش حتی راهزنو کاروانو یورا غارت نمیکنن. این کثافتو باید عبادت خدا را بکنن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لإیلاف قریش. خداوند میگه از جهت الفت قریش، از جهت الوفه قریش، از جهت مقصد که معیشت قریش، ایلافهم رحلت الشتاء و الصیف. الوفه اینا الفت چون توسط سفرهای تجاری است که در زمستان و در تابستان واقع میشه. حاجیای محترم همش میدونن زمین مکه مکرمه را دیدین، یا زمین سنگستان های خاک نداره، در اوجا زراعت نمیشود، در اوجا باغ و راغ نیست، در اوجا مال و حال هم کرده نمیشه، علف کافی نیست که مقصد یک آدم به همین بز گوسپند مال پروری مشغول شود. زندگی همون مردم از حساب تجارت های. از بس که دعای حضرت ابراهیم خلیل رفته است، هیچ وقت خانه خدا به آدم نیست. ایام زمان جاهلیت هم حتی این عربا تمام شریعت ابراهیمی را فراموش کرده بودند، فقط همون خانه الله براشون بزرگ بود. همون خانه الله هم خانه میدونستند، اعتراف میکردن، احترام میکردن. همیشه مردم زیارت میرفتن، همیشه خریدار بود. تجارت چون مقصد ساز بود خورشی را. اکی یو چیکار میکردن؟ زمستان عادتا اینا با یمن زمستان سفر میکردن برای که یک مملکتی گرم سیره. تابستان شام میرفتیان برای تجارت. بار میزدن، میگرفتن، میآوردن تاجرای کلانش، میانهاش از اینو اپت میخریدن. بعد اوش که با قوتشو کمتره همون مقدار سودای یک ماه و یک روزشون هم میخریدن. حتی شخصایی بودن که عموما سوم نداشتن، می اومدن بورا با مقصد که به مزد با نسیه میگرفتن، می بردن میفروختن و با مبلغ می آوردن پرداخت میکردن. زندگی هم از حساب همین بود. راههای عربستان به حد خوفناک بود. بسیاری قبایل عرب زندگیشو از حساب غارت بود، غارت میکردن. ولی همین ترکا همین عادت شو همین عصرهای میانه غارتگری و توراج بدست. همون مردم هم قبایل هم بیشترشان تری به غارت کاروان ها مشغول بدن. تجارت ها را مثلا تاجرها را غارت میکردن. اما وقتی میشنیدن که کاروان قریش است، یگان نفرش جرأت نمیکرده است که به همین کاروان هجوم کنه. از خوف اون که مبادا در پیش خونه خدا یا دعا کنن سر بر نگیریم. یا ببینه هم خونه خدا خوف داشتن. مقصد که اینا مجاور خانه پروردگار هستند، مبادا یکی خفهشو کنیم دعا کننده حتمو. برای همین احترامشو میکردن. خداوند میگه که این خانه سوخته ها، همین قرشی ها باید که پروردگار همین خانه را عبادت کنن. الذی اطعمهم من جوع. این پروردگاره که همیشه اطعام شو کرد، همیشه آذوقش مهیا میکنه که گرسنه نمیمونن. ای بچه در همین قصر سال در مملکتی که اصلا زراعت نمیشوه، میوه نیسته، درخت نیسته، هیچ وقت قحطی نشیده است. مملکت هایی که در این سال 3-4 بار زراعت حاصل میگیرن قحطی را میبینن، همونجا الحمدلله که ندیدیم.
و آمنهم من خوف. او پروردگاری که همین مردم از خوف و هراس امین داشته است که پروای نه رازن داشتن، نه پروای دزد داشتن، نه پروای غارتگر.